برسه به این که میتونه بزنه، هزینه ای نداره، هزینه‌اش کم، اصلا تردیدی نداره، 3 نصف شب میزنه، کله زور میزنه، هیچ بهانه‌ای هم لازم ندارن. خودشون یه بمبگذاری یه جا میکنن، میگن کار ایران بود. مگه سلاح کشتار جمعی صدام بدبخت پیدا شد؟ اون که صدام لعنت خدا بر او، اما کو سلاح کشتار جمعیش؟ به همون بهانه مگه حمله نکردن به عراق؟ مگه 1,200,000 نفر آدم نکشتن تو عراق؟ کوش. او بخواد حمله، اصلا بهانه لازمه، اما ما بهانه دست آمریکا نگرفتیم، اصلا بهانه لازم نداره. از قذافی بیشتر میخواد باشه همکاری کنی. قذافی بدبخت تمام الان دید چی میگن ایران باید مثل لیبی باره ما کار پیش ببره. همین الان دارن میگن دولت جدید ترامپ تمام وسایل هسته‌ای شد باره یک کشتی کرد، 2 دستی تقدیم کرد به خود آمریکا. و بی خیال اون میشی؟ بی خیالش شد؟ خیالش تخت شد که دیگه نمیتونه هسته‌ای بشه. تمام همین ابهام هسته‌ای اینا رو تو ترس نگه داشت. همین ابهام هسته‌ای